ای جوان، ایامی که فارغی، بیکاری، معطلی، این رو غنیمت بشمار. این دیگه خیلی خطرناکه. من در یکی از رسانه ها شنیدم گفت که مردم ایران به طور متوسط سالیانه هر نفری 2 ثانیه مطالعه میکنن. 2 ثانیه. خجالت آوره. ایرانی که یک زمانی همچون افقی در آسمان علم و عرفان می‌درخشید، ایرانی که غزالی ها رو داره، ایرانی که امام مسلم رو داره، ایرانی که ابو داوود ها رو داره، ایرانی که امام فخر رازی ها رو داشت، ایرانی که بهترین علما در همه عرصه ها، در عرصه فیزیک، شیمی، نجوم، شعر، ادبیات، عرفان، جبر، هندسه، امروز جوون ما چرا وقت نمی‌کنه؟ چرا وقت رو باید با تعطیلی بگذره؟ کنار دریا، ساحل، تفریح. کسی نمیگه تفریح نکنیم، ولی آیا همه وقت ما باید بگذره واقعا؟ آیا نباید به فکر آینده ما باشیم؟ امروز دشمنان اسلام از تک تک ثانیه های عمرشون برای برنامه ریزی در علیه اسلام دارن استفاده میکنن. به خدا دنیای غرب، دنیای یهودیت، مسیحیت شب و روز دارن برنامه ریزی میکنن تا چطور رخنه ایجاد بکنن تو وجود جوان مسلمان ما و محبت خدا و رسول رو ازش بگیرن. این سیلیای مبتذلی که میاد به خدا دنیای غیر محتاج پول من تو نیست. اون پول نمیخواد، همه زندگیش اونجا مرفه تأمین شده است. پس چی میخواد؟ دختراشو میاره جلوی دوربینه ها، لخت مادرزاد، به خاطر این که انتقام فرزندان خودشونو بگیرن. انتقام اونها رو از خالد نگرفت، از بچه های خالد ابن ولید بگیرد. عمر فاروق رو نتونستن به زانو بنشانن، فرزندان عمر رو نابود کنن. محمد رسول الله رو نتوانستن از پای در بیارن، علی مرتضی رو نتوانستن، حسین رو تک و تنها نتونستن، اگرچه از ظاهر شهید شد، ولیکن فرزندان او احیا شدن و زنده شدن. باید امروز انتقام اونها رو بگیره، وگرنه عزیزان من سرودی در وسط فلسطینی ها خوندن، این همه جنایت تو فلسطین رو بچه های کوچک. اگر اونها سرزمین میخواد که دست این بچه ها نیست، اگر اونها نفت میخوان، گاز میخوان، دست این بچه ها نیست. بچه ای که تو دامان مادرش داره شیر میخوره، این چه گناه کرده؟ گناهش اینه که فردا شاید عمر فاروقی بشود. گناهش اینه که شاید صلاح الدین ایوبی بشود. گناهش اینه که شاید فردا عثمان ذوالنورین بشود. از اینجاست که میترسن. و اگر میبینید که میاد، در اخبار شنیدید حتما نه، در این حملات غزه اخیر بسیاری از سربازان پس فطرت اسرائیل وقتی جوانان رو میکشتن، هنوز شهید نشده بودن بعضی بچه ها و بعضی از نوجوانان، جنازه او رو، جسد او رو، بدن او رو تکه تکه میکردن و اعضا و جوانیش رو در میآوردن، قلبش رو در میآوردن، با اجساد فرزندان مسلمان عکس یادگاری میگرفتن. ما این بودیم تو رو خدا، اینقدر ذلیل و پست زبون. یاد ایامی که سیف روزگار با توانا دستی ما بود یار. آن معظم فاتحان دین پرست و نامور چون به تسخیر جهان بستند از همت کمر، از مشان را دائم استقبال بنمودی ظفر. آه تا از چشم ما رفتند چون نور از بصر، رفتن آن نامداران نام ما زد بر زمین. رفتن عمرها، خالدها، مصعبها نام ما زد بر زمین. دور از آنها آبروی ما عرق شد بر جبین. ننگ انسانیت وقایی که تو جهان اسلام داره رخ میده، اون موقع مسلمانان چیکار میکنن؟ حرکت میکنن، مقدار برنج و گوش میخورن، وقتی میخوان ترش نکنن دور فلک ها مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل. این دفاع ما از فلسطینه. اون با بم داره میاد، ما با پرچم آتش دادن میریم جلو. اون با سلاحهای
بالاخره کشتار جمعی، هواپیماهای B-52، موشک‌های کروز داره میاد. ما آمدیم با پارلمان و با تشکیل جلسه و با نمیدونم صدور بیانیه و با صدور قطعنامه میخوام جلوی اینها رو بگیریم. محال